دوستان عزیز سلام، خیلی مخلص. آقا یه چند تا پست من در رابطه با این تقویت فن تهویه گذاشتم، ولی همچنان دایرکت من پره از اینکه چه جوری ببندیم، کجا ببندیم. من تکمیلیشو دارم میگم. این سوکتا میبینین سر خودی موتور تهویه این بالا میخوره، یه سیم قرمز داره، بینش هم میچینین تا چیدین. اینی که سمت خودی موتور میخوره میشه شماره 87، اینی که سمت سیم کشی میاد میشه شماره 86. یه دونه منفی هم از اینجا خودی بدن ماشین میکشین میاره میخوره به 85. یه دونه برقم از موتور میارین. بعضی ماشینا با برق خودش میشه استفاده کرد، ولی اگه میخوای خیلی قوی باشه از تو موتور میارین. یه دونه فیوز هم سری روش باید ببندین. گزینه خیلی مهم، این سیما رو حتما لحیم کنین. ببینین من همه رو لحیمش میکنم، بعدم یه رو چش حرارتی میکشین رو سرش.